تا 10,000مین نسل منتقل خواهد شد. او حتی می‌خواست جهان پس از مرگ را نیز فتح کند. نوعی مقبره قصر مانند در زیر زمین بنا کرد، جایی که قرار بود پس از مرگ در آن به زندگی ادامه دهد و سربازانی را مانند گارد امپراتوری در 4 جانب به نگهبانی گماشت. امروز تمام اینها به دقت توسط باستانشناسان استخراج می شود. مجسمه های گلی که اکنون نمایان شده اند مردانی از همان گارد امپراتوری هستند. در کتاب تاریخ چینی ها به نام شرح وقایع قصر زیرزمینی به این شکل توصیف شده است. وقتی امپراتور هوانگدی قدرت را به دست گرفت، دستور ساختن این مقبره را صادر کرد. از 700,000 محکوم به عنوان کارگر استفاده شد. در آن تختی از طلا تعبیه کردند و برجی برای دیدبانی. هر گوشه تحت نظارت افسری بود و صاحب منصبی. در آن به دستور امپراتور سیستمی کار گذارده بودند که هر کس سعی در حفر قصر داشت تیری به سویش پرتاب می شد. ولی دوران فرمانروایی این حاکم ستمگر طولانی نبود، فقط 15 سال. و امروز پس از گذشت بیش از 2000 سال قصر زیرزمینی او را دوباره می‌بینیم. یکی از باستانشناسان به ما گفت اتمام حفاری حدود 20 سال طول خواهد کشید و از ما دعوت کرد که در سال 2000 مجدداً به آنجا بازگردیم. حدود 60 کیلومتری زیان برآمدگی‌هایی شبیه تپه‌های کوچک دیده می شود که مقبره امپراتوران سلسله هان در آنها قرار دارد. مقامات حکومتی، سربازان برجسته و خویشان امپراتور نیز در این مکان دفن شدند. بلندترین تپه در وسط واقع شده که محل دفن امپراتور بزرگ سلسله هان وودی می باشد. مقبره حدود 46 متر ارتفاع و 230 متر عرض در پایه دارد